خصوصیات مهمان امشب ما با هوای دلنشین این شب آفتابی تهران بی‌تناسب نیست. پیشینه‌ای پر از تلاطم و غوغا، بارنده و پرشتاب و فرجامی آرام و اطمینان بخش. ولی اگه همینطوری معرفی بکنی ممکنه فرجام خودت همچی آرام و اطمینان بخش نباشه. برو سر تعریف درست حسابی. این که خودم کرنر میزنم و خودم با ضربه سر توپو با تور آشنا میکنم. داستان دو ضربه بدون دوپینگ. و 350 کیلو 150 کیلو 200 کیلو آب قاطیش کردی. و البته همیشه آرامش او بر جوش و خروشش غلبه میکرد و میکنه. زیادم روی حساب نکن، برو سر اصل مطلب. از اینکه 1 دقیقه و نیم وقت داریم، این 1 دقیقه و نیم در اختیار خودتون. 1 دقیقه و نیم جلو بچه بذاری قهر میکنه. یه جام زهر این هوا، بعد من تو 1 دقیقه و نیم خدمت بینندگان عزیز بگم چی شد. پیشنهاد میکنم با خودتون و با دوربین صحبت بکنید و با ما هم صحبت نکنید. چشم بسته غیب گفتی. کی تا حالا من با شما صحبت کردم که این دومیش باشه؟ با مردم هم صحبت نکنید. کی؟ پس اومدم توی برنامه با کی صحبت بکنم؟ واقعا شاید چیزی به خودتون باید میگفتید، همیشه نگفتید با این شرایط. بیشین بابا، مسخره کردی تو هم. مگه قرار نبود راجع به کتک کاری تو مجلس بعد از توافق ژنو بپرس دیگه. من نمیدونم چرا مثلا روز مجلس رو روز به توپ بستن مجلس انتخاب نکردن. خیلی زیر خط فقرن، بعضیا مثل یارو زیر خط فهمن. مشنگ. خب آخه اگه روز به توپ بستن مجلس رو بگن روز مجلس که همه چی لو میره، یعنی خودمون داریم دستی اعلام میکنیم که رابطه ولایت فقیه با مجلس چیه. به هر حال اون روز تو مجلس به همه گفتیم قفه خون بگیرن، کسی نق نزنه، زهرخورون مقام عظما رو تبریک هم بگم. واقعا میدونستید که رهبری تایید کردن توافقنامه رو و نامه قرار که ارسال بشه یا نه؟ تایید نمیگم به این کاری که مقام عظما کرد، داشت التماس میکرد بدبخت بینوا. ما اومدیم پروتکل الحاقی رو هم پذیرفتیم. آره دیگه، چیزی گیرمون نیومد. اونایی هم که گفتیم گیرمون اومده یواشکی و دزدکی گفتیم که طرف نشنوه بابا نیاد دنبالمون، وگرنه یک فاکت چیت دیگه خرجمون میکرد. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم، بله میفهمودن که یارو به رفیقش گفتش که واسه تولدت یه گوشی تلفن همراه برات گرفتم. رفیقش که میدونست این از این پولا خرج نمیکنه گفت کجا آوردی؟ گفتش که هیچی، تو مسابقه 2 بردمش. رفیقش گفتش که خب چند نفر شرکت کننده داشت؟ گفت 3 نفر، من و صاحب موبایل و پلیس. خب خیلی از نمایندگان هم همین رو گفتن، مثلا آقای رسایی رو واسه من علم نکن، شعورش نمیرسه که جام زهر که دست خودمون نیست نخوریم زرت کل نظام غمسور میشه. اگه میشد از مشنگی برق تولید کرد الان این رسایی نیروگاه هسته‌ای بود. سخت نیست کار کردن با این گروه از نمایندگانی که گاهی اوقات خیلی رو درواسی هم ندارن، مثلا آقای رسایی. یا چرا معلومه که سخته. حالا قصد مقایسه نیست، شما هم یه جایی برخلاف ظاهر آرامتون خیلی تعارفی با همسلکان و همکاران خودتون ندارید. اصلا وضعیت تعارف بردار نیست. تأثیرات جام زهر رو مقام عظما الان این شکلیه. نطقش بند اومده، زیاد حرفی ازش در نمیاد، بعدم تازه کم کم آثار مزاجیش رو جسم ناقصشون معلوم میشه. که الان داره میفته. ظرف چه مدت؟ برای امام 1 سال نشد، ولی ایشون بنیه امام هم ندارن. الان وضعیتشون اینطوریه که اونجایی که باید برن نمیتونن برن. مشکل تو سپاه و بسیجه، ایشون به مجلس پیام میدن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رفت پیش دکتر، گوهای دکتر کمکم کن. یه مدتی که فکر میکنم پشم. دکتر گفت من دندون پزشکم، مطب روان پزشک اون روبروه. مشنگه گفت میدونم، الان میخواستم برم اونجا ولی دیدم مهتابیشون روشن بود. خلاصه بگم که جمع‌بندی این بحث و هر بحث دیگه که از این به بعد، یعنی بعد جام زهر بخواد تو نظام بشه خیلی روشنه. نگاه کن، بعضی وقتا عقل آدم یه چیزی میگه، دل آدم یه چیز دیگه، ولی هر دو غلط کردن. تو نظام ما باید ببینیم مقام عظما چی میگه، وگرنه گند قضیه بدجور لو میره. ما معمولا تو این برنامه از بحث‌های انتزاعی اخلاقی پرهیز میکنیم، منتها شنیدنش از زبان شما خالی از لطف نیست و واقعا استفاده میکنیم. معلومه خالی از لطف چیه؟ پر لطفه. تمومش کن، عزت همگی زیاد.